قصه عبرتناک است انشاءالله برای انسانانی که نمیخواهند که شوهراشون زن بگیرن، زن دوم میان که سوم میان که چهارم. قصه رو گوش اندازین. این روز شاید به سری منم، به سری شمارم، به سری دیگر کسانم شاید که بیاید. یعنی مرگ چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید که کل نفسی ذائقة الموت، هر نفس چشنده مرگ است. این روز شاید من بمیرم، یا اینکه فردا بمیرم، یا اینکه شما و دیگه و دیگه و دیگه. همه ما چشنده مرگ هستیم. از همون خاطر از مرگ ما گریخته نمیتوانیم، چون که الله سبحانه و تعالی فرموده است که فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هر وقت که مرگ بالای ما و شما بیاید، ما اونها را نه یک ساعت پیش کرده میتوانیم، نه یک ساعت قفا کرده میتوانیم. از همون خاطر باید پیش که آماده باشیم. یعنی قصه چونین که یک از برادران ما و شما میخواست که ازدواج بکنه، شرایطش مهیا بود، پول داشت، اما هر وقت که میخواست ازدواج بکنه عائلش که خبردار میشه جنگ و جنجال میانداخت. یا اینکه ما یا اینکه همون زنی دیو میگرفته که همون من میبرم میرن دیگه و دیگه. خلاص گپ یک فتنه میانداخت که خلاص گپ که انسان از زنی دیو گرفتن پشیمان میشود، یعنی دست میکشه زنگیری. روز از روزها همون برادری که شرایطش مهیا بود دست صدمه دوچار میشه و از دنیا میگذره. یعنی ملک الموت به قبض روح جان اون برادر میآید. یعنی اون صدمه اولیه سبب میشه که او از دنیا میگذره. اما فکر کنین که حال اون خواهری که نمیخواست که یگان کسی دیگر را با همراه خود بخچون، خیلی که در خودمون میگیم بخچون بگیره، نمیخواست که شوهرش زن دین بگیره، یگان بیوزنه، یعنی در نکاح شوهرش بودره، نمیخواست، فقط فتنه میانداخت، جنگ و جنجال میکرد. انا حال ببینین که همون خواهر بگیم بیوزن شد، نه؟ با 4 کودک و با 5 کودک بیاورک یگان بچه خانه نمیگیره، خیلی نه؟ انا اونم در حسرت است که یگان کس زنی دیم که سیمی که 4 بگیره، حدی اقل یگان منفعت از همون شوهر براش باشه. اکثریت خواهرها که شوهراشون که از دنیا میگذره همون لحظه و زمان سرخشتامن اون دختر از خانه بیرون میکنه، با 4 کودک و با 5 کودک که جا میره. یعنی سخنی من همینه که خواهران عزیز، اون خواهرانی که بیوزن هستن، شوهر ندارن، از شوهرشون جدا شدن به سبب یگان نافهمی، یا اینکه شوهرشون از دنیا گذشت به سبب اواری و به سبب کاری که استروی غلطید مرد، یا اینکه دیگه و دیگه و دیگه و دیگه همتر مشکلی ها زیاد هستن، یا اینکه سبب جراحی، سبب که گفتی گپا در جنگ جنجال. المهم که از دنیا میگذره شوهرشون، بیوزن میشن. انسانانی که نمیخواد که شوهرتون زن دیم بگیره و سیم، الله شاید که امتحانتان کنه به مثل این خواهر. شوهرتان از دنیا بگیره و تو میمونی بیوزن، فرزندهات میمونه یتیم، خسار خشتامات را از در بیرون میکنه، پدر مادر را سراغ نمیکنه، پدر مادر مهلتت میته، یا اینکه بر روسیه روانت میکنه که برای در روسیه کار که زندگی دخلت پیش پر 4 کودک 5 کودکت، اکا و دادرت نگهت نمیکنه. یعنی این گونه قصه ها زیاد هستند که برای ما مراجعت میکنن، زنگ میزنن، از دست ما چی میآید؟ خسار خشتامانی را چی میگوی؟ بگش بچم نیست، چی میکنیم دیگه برای ما؟ المهم که حالا که الله سبحانه و تعالی امتحانتان نکرده است، شوهرتان از زن بتین کدامت که نباشه، الله سبحانه و تعالی رزق شما را زیاد میکنه، کم نمیکنه. یک دوم که غضب الله بالای خدا نیارین. الله میگه که شما در نکاحتان بترارین. این گونه خواهرایی که بیوزن ها زیاد هستند. اگر که من نگیرم، شوهر شما نگیره، اون برادر نگیره، اون اکا نگیره، اون برادر نگیره، در نکاحش نداره، یعنی عالم پر بیوزن میشه. بعد از آن الله سبحانه و تعالی امتحان میکنه همون خواهرها و همون اپاهایی که نمیخوان که شوهراشون زن دوم بگیره، امتحان میگیره، شوهر از بین میبره، یا که بیمارش میکنه،
خودت میبره میره، بعد امتحانی الله مبتلا میشه. یا اینکه یگان شهر دیگه میره و مثل که از این حال جنگ جنجال بسیاری ها بیوزن شدن. از همون خاطر از الله سبحانه و تعالی بترسین، غضب به الله بالای خود نیارین. الله میتونه، الله قادر است، میتونه که شوهر شما را از بینتون ببرن و شما بمانین بیوزن، فرزندهاتون یتیم. بعد مشکلی بالای سر بیایه، بعد برین گفتی که بدت دست ارمین کار کنین، آذربایجان و کیتای دیگه و دیگه و دیگه. و سر تو گفتی که ساعتی 4 سحر بخی تیاری ببین برای کار رفتن، ایسته ساعت 1 شب به خانه را بیا، زمستان در از طرف که 1 ساعت بیستی تا اینکه اتوبوس بیایه، یا اینکه الکتریچکا، یا اینکه مترو دیگه و دیگه. کی گفتی که بوشت شبت کنه که دیر کردی کار که اویلکت نتن. این گونه امتحان ها را انتظار باشه. انسانی که نمیخواهی، انسانی که زیدی آیت قرآن کار میکنی، انسانی که زیدی گفته رسول خدا صلی الله علیه وسلم کار میکنی. خب دوستان عزیز، با دعا باشین الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نگهبان باشه، رزق حلال نصیب بگردانه و عمل هایی که نزد پروردگار قبول هستند اون گونه عمل ها را برای هر یک ما و شما نصیب بگردانه. و مخاطر با خواهرها و دادرها خودتان باید شما را ازدواج کنین، زن بدین. خب در امان الله.